جوانای محترم، جوان برای آزادی آفریده شده است. یقتل او یغلب، یا کشته میشه یا ای که غلبه میکنه در بالای کافر. امروز این مصیبتی که در بالای مردم فلسطین است، این اگر دویج مهار نشه، او مصیبت در بالای ما و شما اومدنی است. او جوانای مسلمان، او جوانای مسلمان، میفهمه که حوثی‌ها، مجاهدین حوثی در برابر کفار صهیونیست فلسطین با مال و با جان خود استاد هستند. ولی تعجب است از او برادرای سلفی که خود سلفی میگن، خود مالکای سلفی در جهان میگن، خود رهبرای وارثین رسول الله میگن، اونها در برابر جهانخوار، در برابر قاتل اصلی مردم فلسطین، زنای خود مویایشون زیر پای سوار میکنن. الفضل ما شهد به الاعداء. برادرای محترم، مسلمان باید انصاف کنه و از نفس خود باید انصاف کنه. الانصاف من نفسه. کجاست او ابو دجانه؟ کجاست خالد ابن ولید؟ کجاست برا ابن عازب؟ کجاست عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه؟ او عربی که افتخار میکنه به اینها، امروز گردن داده است به استکبار جهانی. شهادت مظلومانه برادرای خود تماشا میکنه.